دانش آموزی رو میخوای توی آزمون سراسری موفق بشی؟ میدونی باید چی کار کنی؟ خب اولین ساده‌ترین جواب اینه که باید برنامه‌ریزی داشته باشی. اما خودت میتونی برنامه‌ریزی بکنی؟ میتونی متناسب با شرایطت، هدفت و وضعیت کنکور برنامه‌ریزی بکنی و برنامه‌تو شخصی سازی بکنی؟ آیا بلدی برنامه‌تو با تمامی اصول مطالعاتی و مشاوره‌ای بنویسی؟ علاوه بر برنامه‌ریزی برای مطالعه، شما باید یاد بگیرین چطوری برای رقابتی که هیچ تجربه‌ای توش ندارین آماده بشین. باید تمامی مهارت‌های تمرکز، تندخوانی، تحلیل آزمون، آزمون دادن، مرور جمع‌بندی رو یاد بگیرید و اونها رو به خوبی تمرین بکنید تا بتونید توی این رقابت به نتیجه دلخواهتون برسید. شاید با شنیدن این موارد استرس گرفته باشید، ولی باید بهتون بگم اصلا جای نگرانی نیست، چون ما اینجاییم. تیم مشاوره ما با تجربه چندین ساله مشاوره کنکور در بهترین مدارس ایران اینجاست تا به شما کمک بکنه و تمامی مهارت‌های لازم رو برای موفقیت تو آزمون سراسری تو زمان لازم و مناسب بهتون آموزش بده. فقط کافیه فرم درخواست مشاوره رو پر کنی تا در اولین فرصت باهاتون تماس بگیریم.